سلام میکنم خدمت همه رفقا، من مصطفی و اینجام کانال عموموسی به کانال خودتون خوش اومدید. دوستان امروز توی این ویدیو میخوام این سراغ چالش رخت ایرانی قسمت 12 بدون حرف اضافه کانالمو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید، هر کاری دلتون میخواد تو این ویدیو انجام بدید و اینکه بریم سراغ ویدیو. دوستان با اینکه این موها این جلو رو گرفته بود ولی بازم اون حجما مشخص بود و اینکه چقدر این خوبه. دوستان وقتی اون اولش اومد و اون بوم بومه شد، این همه چی اینجا معلوم بود و بازم میگم این تتویی که روی اینجا هاشون میزنن خیلی دخترها رو جذاب میکنه. اگر تو الان داری این ویدیو میبینی دختری، حتما این تتو رو بزن. من بودم میزدم. دوستان دیدین میکس لباساش بود و این دختر چرا انقدر خوشگل، خوش تیپ، خوش اندام، خوش فرم، همه چیز خوب، سایزا خوب، عالی، درجه 1. دوستان رنگ سبزم تو جذابیت اضافه میکنه و اینکه سبز بالا توسی پایین جفتشون رنگای خیلی محشری هن. دوستان سفید باشی خیلی مخصوص زنان، دیدی چقدر خودشو سفید کرده بود و اینکه قرمز هم بپوشی حرف نداره. نگاه کنی هیچ کس نیست که سفید باشه قرمز بپوشه بهش نیاد و اینکه سکسی نشه. دوستان اینا رو دیدین؟ این حجمه رو دیدین؟ چقدر این خطه هم معلوم اسمی بود. دوستان یکم کادر تصویر کامل نبود وگرنه اون پایین داشت اتفاقات خیلی خوبی میافتاد. خودش هم داره میگه پرفکت بادی نم پرفکت اسمالشو دیگه میکنم لبخند نمیدونم یه چیز دیگه همچین هست، ولی پرفکت بادیشو که میدونم یعنی که بدن خیلی عالی داره. خودش هم یه آهنگ گذاشت که از بدن خودش تعریف کنه. دوستان پلنگیش اومد. دوستان همین طوریش خوب بود. ببین حالا که پلنگی پوشیده دیگه چی شده. همین طوریش خوب بود، حالا پلنگی و اون حجم همه رو گذاشته توش چسبون. اصلا چی میشه گفت غیر از اینکه بگید چرا انقدر خوبه. دوستان چرا اینقدر خوب بودین؟ دیگه کامل به ما نشون داد از زیر خم. چقدر این آهنگ خودش از خود آهنگ خوبه. خود آهنگ حرفای باحالی توش میزنه، چه برسه این بخواد روش چالش بره. بازم آهنگی گذاشت که از بادیش تعریف کنه و اینکه حرف نداره بادی شما، بدن شما حرف نداره، رو دستش نیست. فکر کنم در مورد اینکه هی میام بهش پیشنهاد میدن چه شوگر دادی باشه چه نمیدونم، انگلیسیمون که خوب نیست، ولی اینکه تو لباسه هم خوب بود. کلا همیشه خوبه. چرا این تو اون چند تا کلیپ قبلی هم همین لباسا رو پوشیده بود و اینکه
چقدر خوش فرم همه چیز، چرا انقدر این خوبه؟ برام سوال. شما اگه علت این همه جذابیتون میدونید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. میگه من تو یه جای خلوت فوران میزنه حرارت. خودش هم میدونه کجا چه خبره. دوستان این حرکت آخر چقدر برگریزون بود، اصلا آدم لذت میبره از این حرکتاش، از این وقن، از این رقص. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. در مورد سایز پشتش پرسیده میگه آخه چیکار کنم بقیه‌اش دیگه نمیدونم. میگه آخه ژنه بقیه‌اش دیگه نفهمیدم. ولی که در مورد بدنش بود و اینکه خب منم این سوال ازش دارم. دوستان اون لباس قرمزی که گفتم به سفیدا میاد، همون لباس قرمز و مشکیشو در نظر بگیر، همون مشکیش هم به قرمزا میاد. چی گفت؟ به قرمزاش به سفیدا میاد. دوستان چرا اون صحنه رو میکس کرد اون صحنه رو تار؟ وای اونو تار میکرد اونو میکس که ما قشنگتر میدیم، ولی بازم معلوم بود. بازم ویدیو رو تموم میکنیم با یکی از آهنگای ایرانی قدیمی. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و تا الان لایک، سابسکرایب و زنگوله زده باشید و قسمت 13 14 15 16 17 18 رو گذاشتم مطلع بشید و بیاید نگاه کنید. و اینکه همیشه طبق روال همیشه میگم، طبق روال همیشه میگم که اگر همه چیزتون رو از دست دادین هیچ وقت خودتون رو از دست ندین. کوچه کمرتون رو عمو موسی یا علی.